خانه‌چه زندگانی میکند؟ کی در این بلندی زندگی میکند؟ من مگس بدبخت. خودی تو کی؟ من موشک میری موشون. من رو به خانه‌ات راه ده. تو چی کار کرده میتوانی؟ ارد میکنم، چوب میشکنم، خانه رو گرم میکنم و خوراک میپزم. یک نفر زندگانی نمودن خوب است، لیکن 2 نفر بودن بهتر است. مرحمت نمو، گذر. کی در این خانه چه زندگی میکند؟ کی در این بلندی زندگی میکند؟ من مگس بدبخت. من موشک میری موشون. تو کیستی؟ من قورباغه مهربان. من رو به خانه چه راه دهید. تو چه کار کرده میتوانی؟ من آب میگیرم و پلیستون رو آب میدهم. 2 نفر زندگانی نمودن خوب است، 3 نفر بهتر است. مرحمت نما. کی در این خانه چه زندگی میکند؟ کی در این بلندی زندگی میکند؟ خودی تو کی؟ ها من زرگوشک دوندم. من رو به خانه چه راه دهید. تو چی کار کرده میتوانی؟ من همه کار رو کردم میتوانم. میتوانم که در صحرا بدوم، در تگ پوته بخوابم، میتوانم که بجهم از بیکاری. قوا خیر مایلش. 3 نفر بودن خوب است و 4 نفر بهتر است. کی در این خانه چه زندگی میکند؟ کی در این بلندی زندگی میکند؟ تو کیستی؟ من خروسکی تاج زرین دار. من را بمانید که با شما زندگی نمایم. تو چی کار کرده میتوانی؟ من سرود میخوانم. صبح همه رو از خواب بیدار میکنم و شب همه رو به خواب دعوت مینمایم. این طور باشد 4 نفر بودن خوب است و لیکن 5 نفر بودن بهتر است. خوش آمدی. کی در این خانه چه زندگی میکند؟ کی در این خانه چه اینا چندان بلند زندگی میکند؟ کی در این خانه زندگی میکند؟ با مسافر رحم کنید، من رو راه بدهید. تو کیستی؟ من خیسکی کچلپا. من رو به خونه چه راه دهید. موکو
قابل نیستیم لیکن خونچه نهایت خورد است تو در آن جای نمیگیری بخشش میپرسیم هیچ گپ نه من کو یگان خیل نموده در یک جای خانه من کو در یگان جای خانه یگان خیل کرده من در یگان جای خانه من یگان خیل کرده انا من کو در یگان جای خانه یگان خیل کرده من در یگان جای خانه من یگان خیل کرده انا من کو در یگان جای خانه یگان خیل کرده من در یگان جای خانه من با کجا بلندتر اونجا کشوتر گرمتر است چیکار کرده ایستاده تو همه ما را گرم میکنی مرا ببخشید گناهگارم گناهگار اگر برای ساختن خانه نو با ما کمک نمایی ما تو رو میبخشیم شکستن توانستی ساختن توان